به نام خدا. سلام دوستای خوبم، سلام خدمت همه تاپ لرنرهای عزیز. من ایمان مدائنی هستم، مدرس این دوره و با یک دوره کاربردی دیگه مخصوص اعضای ویژه سایت تاپ لرن در خدمت شما عزیزان هستیم. دوره آموزش جاوا اسکریپت برای برنامه نویسی فرم های وب. اگه بخوام خودم عنوانش رو بگم میشه برای برنامه نویس های وب. خب جاوا اسکریپت تقریبا داره تبدیل به برترین زبان دنیا میشه و بسیار بسیار قدرتمند، وارد موبایل، ویندوز، هوش مصنوعی، همه چی دیگه داره میشه. خب این زبان توی دنیا هم بسیار بسیار جذابه و برنامه نویس های بسیاری رو برای خودش دست و پا کرده و همینطوری هم دارن بهش مهاجرت میکنن. یکی از نکات استفاده جاوا اسکریپت برای برنامه نویس های وب استفاده دستورات جاوا اسکریپت در فرم های وب هست. فرم هایی که اطلاعات رو از کاربر دریافت میکنه. حالا این اطلاعات رو خیلی مواقع ما لازم داریم تغییراتی روشون بدیم، از درست بودنشون مطلع بشیم، اعتبار سنجیشون بکنیم، درابدان هامون رو پر بکنیم و خیلی قابلیت های دیگه، کنترل تگای فرم صفحه. به عنوان مثال توی تماس با ما نگاه بکنید، این یک فرمه که اینجا وارد شده و تا این پایین که کلید ارسال رو میزنه و برنامه نویس وب معمولا سعی میکنن این اطلاعات رو تو خود کلاینت هم تا حدودی کنترل بکنن که به سرورشون فشار نیاد. مثلا نام باید حتما پر شده باشه، شماره تماس حتما باید پر شده باشه، ایمیل باید حتما فرمت ایمیل باشه، عنوان باید مثلا 10 کاراکتر باشه و خیلی از موارد دیگه. درابدان هایی داریم اینجا، قابلیت هایی داریم، دیت پیکر هایی داریم که معمولا اینها با جاوا اسکریپت کنترل میشه. ما توی این دوره میخوایم راجع به فقط فرم ها با همدیگه صحبت بکنیم. دوره خودش کمی نخواهد بود و این دوره قابلیت های زیادی رو برای تگ های فرم ما قرار پوشش بده و مطمئنم هستم که بسیار بسیار کاربردی خواهد بود. چندین سال من با جاوا اسکریپت کار میکنم و میخوام توی این دوره آموزش جاوا اسکریپت برای برنامه نویسی فرم های وب اطلاعاتم رو با شما عزیزان هم به اشتراک بذارم. این دوره مخصوص اعضای ویژه سایت تاپ لرن در نظر گرفته شده، بخش جدیدی که به تاپ لرن اضافه شده برای ارائه دوره های با کیفیت تر و قابلیت های بیشتری که برای اعضای ویژه ما در نظر گرفتیم. حالا دوست داشتید اعضای ویژه باشید، میتونید روی این گزینه کلیک بکنید یا یه ذره جلوتر که بخش منتشر بشه زیر این باکس میزنه همین حالا عضو ویژه بشو و استفاده بکن. اگه اولین بار با من مدائنی آشنا شدید، رزومه خودم رو در این لینک قرار دادم، میتونید رزومه رو ببینید و چیز قابل تعریفی برای این که بخوام راجع به خودم با شما صحبت بکنم ندارم وقتتون رو بگیرم. و اما پیش نیازهای این دوره آموزش جاوا اسکریپتیه که من قبلا به صورت رایگان در سایت منتشر کردم. این آموزش جاوا اسکریپت مواردی که توی این دوره قید شده پیش نیاز همین دوره هستش و وقتی که شما وارد این دوره من شدید، برنامه نویسی جاوا اسکریپت یا آموزش جاوا اسکریپت برای برنامه نویسی فرم های وب، من بر این باورم مواردی که من توی این دوره تدریس کردم رو شما بلد هستید یا راجبشون اطلاعاتی دارید. این از معرفی این دوره بسیار خوب و کاربردی و جامع خواهد بود برای فرم های وب که بتونیم با برنامه نویسی خودمون اینها رو سینک بکنیم و بهترین و با کیفیت ترین اطلاعات رو داشته باشیم. دوستای خوبم، همونطوری که میدونید با هر زبان سمت سروری کار کرده باشید، میدونید اون زبان هم میتونه این کارا رو انجام بده، ولی هدف ما سرعت بالای اپلیکیشنمونه. نیازی نباشه درخواست به سمت سرور ارسال بشه تا سرور بخواد پردازش بکنه و اطلاعات رو واکشی بکنه یا اطلاعات رو اعتبار سنجی بکنه. برای همین ما میتونیم خیلی از کارامون رو سمت کلاینت هم انجام بدیم تا کمترین بار رو روی سرور داشته باشیم، مخصوصا فرم های وب که قسمت مهمی توی برنامه هاست برای ورود اطلاعات. فکر میکنم توضیحات رو دادم. جلسه بعدی با هم دیگه پیش میریم، شروع میکنیم پیش نیاز هامون رو نصب میکنیم و یواش یواش با سمپل ها کار خودمون رو
پیش میبریم. ممنون که این جلسه رو با من همراه بودید. جلسه بعدی استارت دوره در خدمت شما دوستای خوبم و تاپ لرنی های عزیز که همیشه از ما حمایت کردید و ما هم امیدواریم بتونیم قطره‌ای به علم شما اضافه بکنید. خواهم بود. دوستتون دارم. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.